ها است. خب الان ما میخوام که دیتا از را ببینم. کالم ها را خود دیدم مگر میخوام که چیش ببینم؟ دیتایش ببینم. شما میتونید اینجا چی نوشته کنید؟ start from از تیبل چی؟ EMP. این انتخاب میکنم کنترل پلس انتر. این امی ریکارد تیبل چی است؟ EMP است. امپلای نمبر است، نومی ده، وظیفه ده، MGR ده، هایر دیت ده، سالری ده، کمیشن نل و دیپارتمنت نمبر چی ده؟ شل عربی چی بخلاص. پدی که انشاءالله سو مسئله نشته. خب میخوام از شما پرسند بکنم تایی است؟ ایره شما فهمیدی که ستاره چی معنی میده؟ تمام هر چی که باشه کلش ریکاردش چی کنی. خب اگر ما بخوایم که مشخص کلمه ها را سلکت کنم، به طور مثال این تمام نمیبینم، نامش میخوایم، وظیفه‌اش میخوایم و سالریش میخوایم و دیپارتمنت نمبرش میخوایم. باز تو شو باید select EM from EMP. Select job from EMP. اگر بخوایم باز select job from شاباش بسیار خوب. صحیح است. بای پروجکشن میگه. خب پروجکشن چی معنی میده؟ وقتی که شما کالم های مشخص انتخاب میکنی به این پروجکشن میگه. کالم های مشخص چی معنی؟ نیم، جاب، هر چی کدام که میخوای. صحیح است. دیگه چی وای؟ پروجکشن وای. به طور مثال سلکت کن ای نیم، اینجا کام سپیس، اینجا نو پرابلم، اگر باشه نباشه کم باشه زیاد باشه اینجا سپیس کدام جاب کاما سالری کاما دیپارتمنت نمبر فرام از تیبل EMP. این انتخاب کنترل پلس انتر. اما چیزی که شما میخواستی اما را اینجا انتخاب کن. آسان بود. آسان است مشکل است. کرات تواره است نیست. صعب بود. طيب چی است؟ چی کردم؟ نه او دیگه تابال نه اینجا نرسید. او چی است مثلا؟ خب این چیزا که است این تنها از دیتابیس شما یک چیز میخواهید، مگر در دیتابیس تابال کدام تغییرات شما نآورید. این چیز شما تغییر نکردید دیگه تاسو هیچی نمیکنید. صحیح است. گپی مهم چی که است میخوام که سر از امروز رو براتون نشان بدم. او بیکاپ دیتابیس است. چی شده؟ دیتابیس بیکاپ چی معنی میده؟ بیکاپ شمیره مثلا ترانزکشن کرده باشه میاد کار دیتابیس انجام داده شده. اگر دیتابیس مختل شود بیکاپش به شما یک اکسترنال هارد دیسک باشه خاص رو اینستال کرده باشه. بسیار خوب. مثل که پیشتر ما اینجا یک چیز جور کردیم یا نه؟ کریت ویو. امی ویو که جور کردیم در دیتابیس امی ویو چی شد؟ ثبت شد. مگر وقتی که امروز ویندو از بین بره کل چیزا ویو دیگه کل چیزا از بین صحیح است. شما میتونید عادی جای بیکاپ دیتابیس را بگیری. خب اینجا تولز است. صحیح است. این چی است؟ دیتابیس اکسپورت میکنم. میخوام این دیتابیس چی کنم؟ اکسپورت کنم. این مثل اسکیول سرور وقتی که اسکیول سرور دیتابیس هم بیکاپ میکشی بالکل به اون شکل است. از این طرف آسان است. خب از این خب باز مشکل است چی است؟ خب گپ دیگه است وقتی که شما با دیتابیس جور میکنید او با در فارم یک بتن بر جور میکنه از فارم با دیتابیس چی میشه. خب اینجا بسیار آسان. خب اینجا چی نوشته است؟ فایل میخوام که دیتابیس بیکاپ. صحیح است؟ بیکاپ هر چی نام که میتونی مشکل نیست. اینجا باید برش چی انتخاب بکنیم؟ از کدام دیتابیس؟ از 11G. اینجا مختلف چیزا است، اسکیما است، استوریج، ترمینیتر است، پرینت مختلف چیزا ما داریم. بیکاپ از چی میخواهید ما بکنید. صحیح است؟ اینجا ما دیتابیس انتخاب کردیم. دیتابیس معنی که دمی هر چیز که باشه بیکاپ از او. خب یک گپ دیگه است که شما تا بالی او را نخواندی بس پسند میخوانی که به طور مثال که include grants یعنی اگر دی بی کدام رایتس داده باشه اون کتش برا نه اون کتش نبا. تنها دیتابیس بیکاپ میخوایم. ما تیبل ها، ویوز، آبجکت ها، انتری هر چی است. صحیح است؟ اینجا ما نکس میکنم. اینجا برای شما آمد آبجکت تایپس این انتخاب میکنم. تیبل باید باشه. از ویو بیکاپ چی شود؟ از ایندکس پیکیج نداریم. به طور مثال پروسیجر، فانکشنز، تریگرز، تایپس، سیکوینس داریم. به طور مثال دیتابیس لینک، کانسترنتس، دیتا بس. کم شان تاسو انتخاب کړئ دیگه بیکاپ وځي. نکست میکنیم. خب
اسکات است وقتی که کلیک میکنم یعنی کلش ابجکت هایش آمد. صحیح است؟ چی آمد؟ کلش ابجکت. از این بیکاپ کشیده شود، از تیبل بونس، از ام پی بیکاپ کشیده شود، نه از کل بیکاپ کشیده شود. صحیح است؟ نکست. خب چی است اسپسیفاید دیتا؟ اینجا اسپسیفاید دیتا این معنی میده که شما میتونید که دیتا را اسپسیفای بکنید. کدام دیتا چی شود بیکاپ شود. شما میتونید اینجا از اینجا چیز بکنید اپلای فیلتر است. مثل که در اسکیول سرور است. در اسکیول سرور هم که است وقتی که شما اینجا خود تنها شما تیبل ها انتخاب کنید و در تیبل ها از میخوای از کدام دیتا بیکاپ شو بکشید. برای باز تایم داده میشه. خب کلش نکست. خب این کلش برای شما سمری داد. چی داد برای شما؟ سمری. اینا اکسپورت سمری فایل در درایو سی اینا ایدایجه با نام ای است. DDL آپشن ای است و این هر چی که شما چی کادا باشی این کلش این چی فینیش. حالا این بیکاپ چی میشه؟ کشیده میشه. این بیکاپ دیگه چی شد؟ کشیده شد. این سمریش هم اتوماتیک شد. فایل کرییتد به تاریخ DDL فار چی است؟ کرییت تیبل امو از تیبلی چی کی بود؟ بونس کی بود؟ او چی قسم تیبل بود؟ چی قسم جور شده بود؟ این دگوری؟ این قسم جور شده بود. DDL فار تیبل EMP امو EMP تیبل چی قسم جور شده بود؟ این کل استیتمنت از رو بتانا آورده. این DDL این سمر شان چی طول در تیبل EMP چی بود؟ این امی ریکارد ها در تیبل EMP بود. طول ریکارد خلاص. این بیکاپ شد کشیده شد. الیو بیکاپ شما در کدام جای میبینید؟ در هر جای اونجا در درایو سی ثبت کردیم. کجا ثبت کردیم؟ با نام چی بود؟ چون نور کردیم؟ اینجا خو نیست شاید در داکومنت ثبت شده بود. چرا که ما اونجا جای برش انتخاب نکردیم. خب جای مشخص نکرده بودم فکر میکنم. خب خیر شما فهمیدید که چطور ما بیکاپ از دیتابیس چی کردیم کشیدیم. او بیکاپ از امرول بود. صحیح است؟ این شما فهمیدید. باز می شما چند چیزا فهمیدید؟ دیتابیس چطور کانکت میشه؟ ابجکت های چطور دیده میشه و چطور یک تیبل دیسکرایب کرده میتونیم یعنی دیزاین دیده میتونیم دیتا تایپ شه و کالم های شه و چطور میتونیم تمام ریکارد ها از تیبل چی کنیم انتخاب کنیم. صحیح است؟ وقتی که تمام ریکارد ها از تیبل چی میشه انتخاب میشه و یک ای است که شما مشخص کالم ها را چی میکنی سلکت میکنی. مشخص کالم ها را که سلکت میکنی به چی میگه پروجکشن میگه. صحیح است؟ پروجکشن چی معنی میده؟ وقتی که شما مشخص چی فکر بشه گپی عادی است. این هم در امتحان در اگزام امی سوالات هم برای یک نفر آماده بود. بسیار چی است؟ پروجکشن چی است؟ وقتی که اونجا گفته بود که مشخص ریکارد را انتخاب میکنی و این میگه یا مشخص کالم ها را. ولی شما فهمیدید که مشخص چی است؟ کالم ها. خب سلکت هیچ کدام مشکل نیست. صحیح است؟ خب اینه مشکل نیست. سپیس میتون کاما باز کاما الان میخوام یک چیز دیگه با شما کار میکنم. این نام که هست پیش از پیش داده شده. صحیح است؟ مگر ما میخوام که در ریپورت یا در پرینت اوت یک چیز دیگه بیاید. ما نمیفهم که این نیم است چی است. این ما نمیفهم. صحیح است؟ بخاطر از این امروز چیزی نو است. سال از امروز باید بخوانی و اون کالم اور تیبل الیاس است. خب الیاس خودش با شکل موقت یک نام دادن است. برای کالم یا برای چی؟ بخاطر
تیبل یا برای کالم. چرا اگر شما وقتی که جوینینگ میکنی اگر یک تیبل باشه امپلای انفارمیشن تیبل باز نمیتونی که هر وقت شما یک چی کنی که سلکت که امپلای اندرسکور انفارمیشن اندرسکور تیبل دات امپلای نمبر مشکل نکنه. شما میخواهی که برای موقتا یک نام چی کنی برای تیبل بیتی یا برای کالم بیتی. صحیح است؟ خب شما اینجا چی کردی کالم اور تیبل is it is used to rename column or table یا کالم چی میکنه؟ rename میکنه. بطور مثال ما میخوام که چی وقت rename میشه چی وقت سرش اپلای میشه. select کا employee name کاما این صحیح است job کاما سیل آله سیل ببینید اینجا SAL مشتکله امکان داره با SAL کس نبفهمه. میخوام که نام زیر چی کنم تغییر کنم ظاهری نامش البته او چی نمیشه پرمننت چی نمیشه خود استراکچرش تغییر نمیشه. اینجا اسپیس میتم از نمیشته کنی باز اینجا یک نام ان سالری. وقتی که کالم انتخاب کردی بعد از کالم وقتی که شما از دادی و بعد از هر چی که نمیشته کردی او عنوانی از این میشه خلاص. کپوش شو آقا باید چی جوریدی عنوان جوریدی از تیبل کنترل پلاس انتر. اگر شما ببینی عنوانش چی شد سالری شد. خب اگر ببینی که سالری خوش شد مگر SALARY ممکن که شما نوشته کرده بودی مگر بای دیفالت چی آمد کپیتال آمد. اینجا شما با حرف کوچک نوشته کردی مگر دلتا کپیتال داره. اگر بخوای که این عنوان دلخواه باشه باز شما میتونی اینجا ایره در کوتیشن بگیری. در چی بگیری؟ در کوتیشن بگیری. وقتی که در کوتیشن شما گرفتی او باز چی قسم که اگر خود نمیشته باشه خود نشان میده اگر بزرگ باشه بزرگ است. اینه اونجا ما خود نمیشته کرده بودم اینجا هم چی آمد؟ خود آمد. و اینجا از که است ای آپشنال است. هیچ ضرورت نیست اگر نباشم کلا مشکل نیست چرا که آپشنال است. اگر باشه یا نباشه در نتیجه کلا موفق نمیاد. اینه همون گپ شد ریکارد ما چی کنم. چست؟ نه در هر دوی صورت هیچ مشکل نیست. حالا ببینیم باز خب select name کاما job کاما sell این همون کنیم salary. صحیح است؟ خب وقتی که نام ظاهری را از یک کالم تغییر میکنی او نام کدام کالم باید نباشه. حالا تو نمیتونی که مثال نوشته کنی که اینیم اینیم عنوانی از این جور نمیشه چون که اینیم که از پیش یک نام کالم است. یعنی کوتیشن حرف اول این ایکس هم from EMP کنترل پلاس انتر همون گپ شد چیکسم که شما کار کنید. بعد یک مثلا نیست انشاءالله. خب الان میخوایم که کالکولیشن در تیبل کار کنیم. به تیبل کسی چه کار کنیم؟ کالکولیشن دمو کالکولیشن ما آپریتر استفاده میکنیم. صحیح است؟ کمپریزن آپریتر باشه بطور مثال لاجیکال آپریتر باشه هر چی که باشه جمع منفی ضرب تقسیم چیزا باشه و شما باید بفهمید که امی چی فانکشن اینجا سوری فرمولا اینجا چطور کار میشه. دا سلکشن اینجا ما میایم سلکت ای خو دیتابیس هست دیتابیس ما استیتمنت هست ای خو ما پر شما گفتم که یک تیبل است دونی دیتابیس پیش جور شده شما میتونید همین چی بکنید پرکتیس بکنید چرا که اسکیول است اسکیول مانا کتی دیتابیس گپ زدن است. حالا شما که اینجا استیتمنت میشته میکنید این مثل گپ میزنید شما آج شما برش میشته میکنید همون از شما صحیح است. در اکسس میکنید سلکت کو بیارش این شما باید ایرا خب سلکت این نیم میخوایم کاما جاب میخوایم کاما سالری میخوایم کاما کمیشن میخوایم کاما میخوایم که سالری جمع شو کدی چی کدی کمیشن از تیبل EMP کنترل پلاس انتر. اگر شما ببینید اینجا نمبر 1 سمیت وظیفه کلرک ماشش از شد کمیشن نداره نتیجهشم چی آمد